برای آنهایی که عاشق هستند. عشق و محبت عالی‌ترین احساسات انسانی است که در قلب هر یک انسان جای دارد و عشق هنگام تجسم می‌گردد که از یار جدایی می‌کشی. از گل پرسیدند که عشق چیست؟ گفت پژمرده شدن. از ابر پرسیدند که عشق چیست؟ گفت باریدن. از دریا پرسیدند که عشق چیست؟ گفت خشکیدن. از آفتاب پرسیدند که عشق چیست؟ گفت شبی تار که به عاشقان پاک روشنایی داده نمیتوانم. از انسان پرسیدند که عشق چیست؟ گفت جدایی. اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را، هوس اصلا نمی کردم در عالم عشق بازی را. ای عشق، ای خدای دل عاشقان پاک، ای مظهر امید و هوس‌های بی‌زوال، سرچشمه بقای و سر تا به پا زلال. پیش تو سجده میکنم ای سوز بی مثال.